اگر شما جای من می بودین از این رنگا کدام یکی رو انتخاب میکردین؟ یک رنگ، دو رنگ، سه رنگ و این سیاه هم 4 رنگ. البته ما اینمی طرح اینمی طرح خوش کردم از او کده، ولی اینا رنگش نمیفهم. لبی دریای کابل ششتنم شده، همو یاری که داشتم دشمنم شده، همو یاری که داشتم دشمنم شده، همو یاری که داشتم جان برابره، کمر بسته به قصدی کشتنم شده، کمر بسته به قصدی کشتنم شده. حالا ای گل گندمه، نمیگم نامیت میفهم مردمه، نمیگم نامیت میفهم مردمه. عزیزهای جان سلام علیکم. خوب هستین؟ جانتان جور است؟ بخیر هستین؟ چی حال و چی احوال دوستای نازنین؟ لطفاً از حالتان برای ما بنویسین که در چی حال هستین و روزهایتان چطور میگذره، شرایط بر وفق مراد است یا نه. به هر حالش دوستای عزیز، امروز برنامه داریم و در مقدمه برنامه شما محمد رضا را تنها میبینین که آمده در کجا؟ در فروشگاه بزرگ والمارت. بله عزیزان، امروز آمدم که دو چیز بخرم، یک کالسکه یا همون گادی برای طفل نوزاد و یک دانه لباس بگیرم یا یک دانه جاکت برای فاطمه جان بگیرم که امی حالش بدل شود عزیزان. دوره بعد از زایمان، دوره بعد از ولادت طفل، مادرها معمولا دچار خستگی روحی هستند، دچار افسردگی هستند و ما مردها، ما خانواده ها باید به هر حالش کنار خانم‌های عزیز باشیم و دلجویی کنیم ازشان برنویم، حالا کم یا زیاد. دیگه عزیزان، از این بعد فاطمه جان کم کم میخواد پیاده روی کنه و قدم بزنه، پس نیاز است که الینا را همراه خود بگیره و ببره. دیگه تنها نمیشه که الینا را در خانه بانیم، خود فاطمه جان تنها بره. یا اگر ما سرکار نبودیم 3 نفره میریم قدم زدن، ولی نیاز است که یک کالسکه یا یک دانه گادی داشته باشیم برای الینا جان. و همون خاطر امروز آمدم که همون گادی یا کالسکه رو بگیرم و یک دانه جاکت یا لباس هم برای فاطمه جان بگیرم. دیگه در انتخاب شما نظر بتین و من همیشه متوجه کامنت های خوب شما هستم. کامنت های امروز شما مسیر ویدیوهای بعدی، برنامه های آینده ما را شکل میده عزیزان. دیگه شما رو انتظار نمیمونم عزیزان، با هم میریم، با هم انتخاب میکنیم. این انتخاب فقط انتخاب من نیست، این من هم میخرم، شما هم میخرین، یعنی با هم میخریم، با هم میخریم برای فاطمه جان و برای الینا جان و امیدوار هستیم که یک چیز خوب با هم انتخاب بتانیم. بریم عزیزان. خب عزیزان، این هم از فروشگاه بزرگ والمارت. بریم که چی گیریم ما میایم. روزهای غیر از یک شنبه و شنبه فروشگاه ها قدر شلوغ نیست. مردم ها اینجا معمولا آخر هفته دیگه تمام خرید خودم میکنن و در روزهای عادی و قدر شلوغ نیست. دیگه اینجا دستا انواع و اقسامش هست دیگه، نمیفهمم کدام اینا خیلی خوبه، راحت و بین موترم باید جا شوه. یعنی نمیفهمم تایر از کجاست. آها اینجاست، تایرش اینجاست. خب به نظرتان کدام از اینا خیلی خوبه دوستان؟ اینطور که میبینین شما.
خب عزیزان من اینی را خوش کردم کشیدم. امیدوار هستم که چیز خوبی باشه. دیگه عزیزای نمی انتخاب شد، بریم ببینیم، باز کنیم، دستبندی کنیم، بسته‌بندی کنیم و ببینیم که چطور خواد باشه. عزیزان حالا میخوایم یک دانه جاکت برای فاطمه جان بگیرم. شما از کامنت داده بودین که فاطمه وقتی بیرون میری شمالک است، باد است و ممکنه خنک باشه و فعلا تو نیاز داره که گرم بپوشی و لباس های گرم فاطمه جان دیگه پارسال است، نمیفهم که لباس گرم مثلا داره فعلا یا نداره. دیگه این از این موبایل میخوایم یک دانه جاکت بگیرم. جاکت های قشنگه ولی رنگش هم من نمیفهمم که چی رنگ انتخاب کنم. سیاه و نه، این رنگش نمیفهمم. عزیزا یک ذره انتخاب مشکل شد ولی اگر شما جای من می بودین از این رنگا کدام یکی رو انتخاب میکردین؟ یک رنگ، دو رنگ، سه رنگ و این سیاه هم 4 رنگ. البته من اینمی طرح اینمی طرح خوش کردم از او کده ولی اینا رنگش نمیفهم. کدام شما انتخاب بکنین عزیزام، ببینیم که کدام رنگ بیشتر طرفدار داره. یعنی سیاه هستم دیگه، یعنی تقریبا نارنجی میشه و یعنی رنگ فکر کنم نمیفهم. من در انتخاب رنگ ها یک ذره ضعیف هستم. شاید پیسته‌ای است، یعنی هم شاید شرچایی. خدایی امیالی خوب چطوره عزیزان؟ والا دلم بالای همین رنگ رفته عزیزان. متوسط هم هست، در جان فاطمه جان هم میشه، کدام مشکلی هم نداره. دیگه چی شد؟ انتخاب شد عزیزان. یعنی می یکی انتخاب شد. فاطمه جان برش ببرم. اینم میرم باش که میرو باز کنم عزیزان. امیدوار هستم که فاطمه جان رنگش خوش بیایه. این رنگ من انتخاب کردم از بین یعنی 3 رنگ دیگه. دیگه خوب بودن و خوب نبودنش شما بگوین عزیزان. خب انتخاب شد. یعنی قیمتش فکر کنم $109 است یا 100 چند دلار است. دیگه میریم با هم میبینیم که این کالسکه یا گادی چطور است و خدا کنه که فاطمه جان از این جاکتش خوش بیایه و اگر بیرون که میره خنوک از شمالش از این استفاده کنه. بریم عزیزم. عزیزایی که در امریکا زندگی میکنن حتما یک سری به والمارت زدن و احتیاجات خود از والمارت رفت میسازن. فروشگاهی هست که هر چیزی که شما بخواید اینجا یافت میشه، هر چیزی. رای باری گستش خانه تو رفته، کمر باری دل مبله تو رفته، کمر باری دل مبله تو رفته، کمر باری دل مبله تو خیره، بله زلفی دانه دانه تو رفته، بله زلفی دانه دانه تو رفته. علاوه گولی گندم نمیگم نامتا میفهمم مردمه، نمیگم نامتا میفهمم مردمه. علاوه گولی گندم اگر کشته شوم از تو نگردمه، اگر کشته شوم از تو نگردمه،
خبر که محمد رضا باز آمد. باز آمد. سلام فاتی جان. سلام جیگر جان جوره. سیادت خوب است؟ الینا خوب است؟ جان وای چی آوردی هم باید محمد رضا؟ جان جور است؟ فضل خدا. چی حال احوال؟ خیرتی طبیعت مبیعت ای بخیر. خوب. همه چیز خوب است. همه چیز اوکیه؟ همه چی خوبه؟ همه چی خوبه. تو من تو چطوری؟ نشان بدم. ما هم عالی هستم. خب خوشت کالی شما هستی. فاتی رو میبینین عزیزا که تو اصلا در قدم اول این امیر بپوش فاتی. این بپوشم. این برای توفه آوردم. آه دست درد دو نکنه. ببخشید پلاستیکش زیاد مقبول نیست دیگه. آره. خیره. تو هر چی باشه خوبیش توفه هستم. آوردم سر که او چی به محمد رضا. محمد رضا چی رنگ خریدی؟ رنگش بسیار چرت زدم. گفتم دمی شمالکای صبح وقت اگر قدم زدن بری یک دانه جاکت دیگه کارم بری میشن. بخی. اینجا بپوشم. آها بسم الله دیگه. اینه دوستا اینی هم جاکت فاتی جان. نظر شما نظرتان بیتین که چی رنگ است کتن نیست یک داره؟ نه این یا اوکیه؟ یا سیستم از این رقمه؟ این ستایلش هم رقم. سایز متوسط بود دیگه. قشنگه. او بسیار مقبول شدی. ای. دوستا ولی بعد رنگم نگرفتم خدایی. نیگه مقرنگ. من زیاد چرت زدم خب گفتم کدام رنگ شیرچوایی داشت پسته‌ای یا پسته‌ای بود به نظر منم فهم. همون رنگ به نظرم یک رنگش پسته‌ای بود. دیگه سیاه بود. نه این رنگ من هیچ نداشتم. هیچ نداشتی نه؟ هیچ نپوشیدیم ها. ما هم چون ندیده بودم این میره برای فاتی گرفتم عزیزا. مقبول است. دیگه اینالی دست در نکنه. چون دوستام گفته بود که فاتی جان باید در بیرون یک ذره خود گرم نگاه کنه نه؟ دیگه همون کامنتار در نظر داشتم. دست دوستا در نکنه که در فکر ما است و از تو هم همچنان که به فکر ما هستی. خواهش خیلی میکنم. مقبول است. نال ما چرا هم است تشکری کنم. تشکری هیچ دیگه تشکری نیاز نی دیگه اینی هم کالیسکی بیبیت. اوه النا نداشت از این. آره. فقط امی مانده بود عزیزان که بگیریم. ناله امروز هم پدر محمد رضا میگم پدر النا رفته آوردن. آره دوست عزیز بخی نیاز بود دیگه. درد نکنن. از این بود فاتی جان قدم میزنه. من تا به قدم فکر زدن هم این نیازه و هم جاکتت نیازه نه؟ اردیش باد نیازه. از شمالک است. من به فکرم بود محمد رضا گفتم یکم سرحال تر شوم نه. باز صبح امرای النا برایم امی دور بر خانه را پیاده روی. باز چون از این نبود یکم در چرت بودم ولی خوب شد که امروز آوردیم. آره اینالی ایره باز کنیم فاتی جان؟ باز کنیمش؟ آره من یک چاقو بیارم. خواهی چی توتا است یا که نه؟ احتمالا نمیفهم. باز میکنیم دیده میشه دیگه. من کارت بیارم؟ آره من چاقو میارم. خب خوبان عزیزان بین کی رو باز کنیم که چی رقم است. به درد الین میخوره یا؟ که نمیخوره. نمیخوره این باز محمد رضا سایز هم داشت مثلا برای این دیگه از 0 تا 100 رسته. تا 18 سالگی ده. تا 18 سالگی دمی بگردانیم. آره. لبایشی بالدی گل چشمای شیشایر چادر شیرنگی دلهای مسافر شوی بازاری بامیاکی میاد درایشی بروشم مومن و کافر زلف قلاج تو چادر سیاهی گاه
باشی تا کمر گیری ندارد دل از ای باشی اسیری ندارد دروغ موگه غلط مکنه کسی کی یک اولنگه موگه پری ندارد زلف قلاج تو چادر سیاهی کاج تو کرده شکاره حالات بقراره آره خب اینی گادی و یا کالسکر رو برات آوردم اونا الینا جان. سکو پدر برای چی آورده؟ هی اونا هی طرف پدر سکو؟ طرف پدر جان سکو؟ کار است قدیما. چرا؟ چرا دیر کردی؟ حتما آره حتما خب اینال الینا را میشنی یک دفعه؟ میشانم مقصد من سلام علیک نکنم. خب آخر ویدیو خیلی سلام. خب دوستای عزیز سلام و وقتتان بخیر. البته در تمام ویدیوها سلام علیک کردیم، خوب نیست که در این برنامه نکنم. محمد رضا حتما سلام علیک های خود کرده دیگه. از طرف ما و الینا برتان سلام های خاص ویژه تقدیمتان دیگه. امروز هم پدر الینا جان برش رفته کالسکا یا نمیفهم دیگه نام برش چی میگن، تقریبا گادی میگه نمیگه؟ گادی هم میگن ها دیگه. این رو برش خریده امروز آورده. دستش هم زیاد درد نکنه، خانه پدرش خانه خودش زیاد آباد باشه، پدر الینا جور باشه ها. این رو قک گرفته. اقاق شده دختر نازه مقبول. اوه چیگر یک زوم میکنه یک جای فوکس میکنه میمانه. این کنجکاوی میکنه نه؟ میخواید بفهمه که چی ده چی است. خب بیرون میری؟ گفتم یک دفعه بریم بیرون امروز. صحیح است. بشانیمش بریم بیرون. آره بهترین عزیزم. دیگه جاکت فاتی جانم میبینین در جانش. قشنگ جاکت. امیدوار هستم که مورد پسند فاتی باشه و امیدوار هستم رنگش شما زم بپسندین و همونجا گفتم برای شما که شما میتونین از بین از این رنگ انتخاب کنین. هر کسی که انتخاب هر رنگی که انتخاب بیشتر شد یعنی اونمو بهترین بوده. اگر همین رنگ انتخاب بیشتر شد قطعا که همین خوبتر بوده دیگه. ایرم آماده کردیم از پیچیده نبود، یعنی جای بوتل او یا بوتل شیرک هست شیرش دیگه، یعنی خود الینا جان میشینه. اینی هم که سایبانش هستن در زیرم میشه بعضی وسایلایش زیرم بانی. بعضی وسایلای دیگه ش میشه بمانیم و دیگه آماده. فقط همین مانده بود عزیزا که نگرفته بودیم در برنامه‌ای که ما برش کارست گرفتیم. باز شما دوستا گفته بودیم که حتما برش یک گادی هم بگیریم که کار میشه دیگه. من هم برنامه پیاده روی داشتم. نال خوب شده اینی را آوردیم محمد رضا از این بابت 3 نفره پیاده بریم. 3 نفره تو میخواست پیاده روی 2 بریم. نفره بری نه؟ ای من- جون من ای بی وفا. نه گفتم که خود تو سرکار میباشینی خب به او خاطر. سایستم این عزیزم دیگه خب تکمیل بشنویش. شد. اینال الینا جان میشانیم یک گریانک میکنه. شما خیر دیگه گریان دل تست دختر حالا دختر خب جگر حالا خب کنجکاوی الین میکنه. نفس دل تست که آخه این هنوز خمار خواه. آخه هنوز خمار خواه نکو بابایش را آزار نتی آره دخترک شیرم من. که خورده قک شده. دخترک ما آزار نتی. آره خب بشم. اوه الین کالسکه خدا پیدا کرده. الین تبریک باشه دختره. تبریک دخترک باشه الین نازی. جان. تو یک چلاندم که فاتی جان قکم هست خیلی شدید نه؟